بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ سوال 135 از کنکور تجربی 1401. سوال میگه که کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ خب متن سوال به این شکله که باید بخونیش نگاه کن، نوشته مطابق با مطالب کتاب درسی، یعنی فقط باید طی چارچوب کتاب درسی ما فکر کنیم. خب میگه در فلان سطح سازمانیابی حیات چه اتفاقی میفته. خب باید دنبال گزینه مناسبم باشیم. این نکته ای که هست در مورد سطوح سازمانیابی حیات بخوام بگم، سطوح سازمانیابی حیات 10 سطح بود. سطح اول یاخته، دوم بافت، سوم اندام، چهارم دستگاه، پنجم جاندار، ششم جمعیت، هفتم اجتماع، هشتم بومسازگان، نهم زیست بوم، دهم زیستگوره. شما باید هر 10 مرحله رو بلد باشید. مثلا من میگم هشتمین سطح سازمانیابی حیات چی میشه، باید بلد باشی بدونی بگی بومسازگان میشه. خب حالا هر کدوم از این تعبیرها رو باید کنارش بنویسیم. آقا ششمین سطح سازمانیابی حیات به تبع میشه جمعیت. هشتمین سطحش بومسازگان. نهمین سطحش میشه زیست بوم و هفتمین سطحش هم به تبع میشه اجتماع. باید حفظ کنی و طی حفظ کردن این رو تو ذهن داشته باشی. خب توی اینجا داره میگه که ما الان تعبیر کردیم، میگه که توی جمعیت های گوناگون با یکدیگر تعامل دارن. نخیر، توی جمعیت ما جمعیت ها نداریم، پس این غلطه. توی گزینه دوم میگه توی بومسازگان سازگارهای باعث بروز گونه‌زایی میشه. بله کاملا این جمله درستی. حالا چرا؟ شما باید توجه داشته باشید از سطح 6 به بعد که جمعیت شکل میگیره، یعنی تعداد از یک نفر خارج میشه و به چند تایی میرسه، پس باید شما انتظار گونه‌زایی هم داشته باشید. پس از سطح 6 سطوح سازمانیابی حیات ما باید انتظار گونه‌زایی رو داشته باشیم و از سازگارهایی هم باعث گونه‌زایی میشه. یه نکته دیگه هم که هست، از سطح دوم که میشه بافت تا سطح چهارم که میشه دستگاه، یعنی به تبع بافت اندام دستگاه، کلا در جانداران تکیاخته ما این رو نمیبینیم. حالا جاندار تکیاخته میتونه باکتری تکیاخته باشه، میتونه پارامسی باشه، پارامسی که تکیاخته باشه، میتونه اوگلنا باشه، ولی کلا ما این رو نمیبینیم. و یه نکته هم که هست جدا از این مطالب، جمعیت های گوناگون که با یکدیگر تعامل دارند که توی گزینه بالا دیده میشه، توی این گزینه در مورد در واقع بومسازگان بوده، یعنی طرح اومده اینو جابجا کرده. گزینه سوم میگه قاطوی زیست بوم از اجتماع همه زیست بوم های زمین زیستگوره به وجود میاد. اصلا خودش زیست بوم زیستگوره داره؟ نه. این نکته که هست، این نکته کنکوری تو اینجا بخوام بگم، اینجا هم از قید همه استفاده کردن. معمولا طراح سوال توی 80 الی 90% داستان یک شکلی که زمانی که میگه کدوم گزینه درسته شما قید همه رو به کار میبری، معمولا یه استثناء توش وجود داره که این موضوع رو نقض میکنه. این باعث میشه که این گزینه غلط بشه. این تکنیکیه که میتونیم ازش استفاده کنیم. همه جا جواب نمیده ولی اکثر جاها برای بچهای ضعیف خیلی خوبه. پس این گزینه هم رد میشه. میگه که توی اجتماع، گزینه چهارم میگه توی اجتماع به دنبال تأثیر عوامل زنده و غیر زنده محیط بر یکدیگر بومسازگان شکل میگیره. میگه توی اجتماع بومسازگان، نه دیگه، حرف غلطه. پس این سوال مربوط به سطوح سازمانیابی حیات بود که جوابش هم گزینه دو. یه سوال خیلی راحته، جنبه حفظی داره و از دانش آموزان متوسط انتظار میره که اینو بلد باشن. تا درودی دیگر، بدرود.